به دنیای هیجان انگیز یوتیوب خوش آمدید. راه اندازی یک کانال یوتیوب مثل باز کردن دری به دنیایی از امکانات بیپایان است. شما میتونید علاقه‌مندی هاتون رو به اشتراک بگذارید، با آدم‌هایی که علایق مشترک دارن ارتباط برقرار کنید و حتی شاید بتونید شغلی که دوست دارید رو بسازید. چه به بازی‌های کامپیوتری، زیبایی، آموزش یا هر چیز دیگه‌ای علاقه داشته باشید، جایی برای شما در یوتیوب وجود داره. به یوتیوب به عنوان یک کتابخانه بزرگ پر از ویدیو در مورد هر چیزی که میتونید تصور کنید، فکر کنید. اما به جای خوندن، میتونید تماشا کنید، گوش بدید و به روشی سرگرم کننده و جذاب یاد بگیرید. و بهترین قسمت، شما میتونید بخشی از اون باشید. راه اندازی یک کانال یوتیوب از اون چیزی که فکر میکنید آسون تره. با کمی خلاقیت و تلاش میتونید صدای منحصر فرد خودتون رو با دنیا به اشتراک بگذارید و جامعه‌ای پول چیزهایی که دوست دارید بسازید. خب آماده اید که این سفر هیجان انگیز رو شروع کنید؟ بریم. اول از همه برای ایجاد یک کانال یوتیوب به یک حساب گوگل نیاز دارید. اگر از جیمیل، نقشه های گوگل یا گوگل درایو استفاده می کنید، از قبل یک حساب دارید. اگر نه، نگران نباشید. ثبت نام سریع و آسونه. وقتی یک حساب گوگل داشتید، به یوتیوب برید و روی دکمه ورود به سیستم در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. بعد از ورود عکس پروفایل یا آیکون خودتون رو می‌بینید. روش کلیک کنید، یه منوی بازشو ظاهر میشه. کانال خودت رو انتخاب کن. حالا یوتیوب از شما میپرسه که میخواید با استفاده از اسمتون یا یه اسم دلخواه کانال بسازید. چیزی رو انتخاب کنید که به شما بیشتر میاد. اگه در مورد زندگی یا تجربیات خودتون ویدیو میسازید، استفاده از اسمتون ایده خوبیه. اگه موضوع یا برند خاصی در ذهن دارید، یه اسم دلخواه بهتر عمل میکنه. تبریک میگم. شما همین الان کانال یوتیوب خودتون رو ساختید. حالا بیایید اون رو جذاب کنیم. عکس کانال شما مثل جلد یک کتابه. اولین چیزیه که مردم میبینن و باید توجهشون رو جلب کنه. یه تصویر یا طرح جذاب بصری انتخاب کنید که نشون دهنده موضوع کانال شما باشه. بعد یه توضیح کوتاه و جذاب برای کانال بنویسید که به بینندگان بگه کانال شما در مورد چیه. اون رو کوتاه، شیرین و مختصر نگه دارید. بهش مثل یه معرفی کوتاه از کانالتون فکر کنید. یادتون نره که لینک های پروفایل های شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون به عکس کانال اضافه کنید. به این ترتیب مردم میتونن در پلتفرم های مختلف با شما ارتباط برقرار کنن و از مطالب شما به روز باشن. با شخصی سازی کانالتون با تصاویر چشم نواز و یه توضیح قانع کننده اولین تاثیر عالی رو میگذارید و بینندگان رو تشویق میکنید که بمونن. برای ساختن ویدیوهای عالی یوتیوب نیازی به تجهیزات فانتزی ندارید. با چیزهایی که دارید شروع کنید. گوشی هوشمند شما یه دستگاه ضبط ویدیویی کاملاً قابله. نور خوب برای حرفای جلو دادن ویدیوهای شما کلیدیه. نور طبیعی همیشه بهترینه. بنابراین سعی کنید فیلم برداری رو نزدیک پنجره انجام بدید. اگه شب فیلم برداری میکنید، از لامپ برای روشن کردن فضای خودتون استفاده کنید. صدای واضح به اندازه تصاویر خوب مهمه. میتونید از میکروفون داخلی گوشیتون استفاده کنید، اما سرمایه گذاری روی یه میکروفون خارجی ارزان قیمت کیفیت صدای شما رو به طور قابل توجهی بهبود میبخشه. در نهایت ویدیوهای خودتون رو ویرایش کنید. نرم افزارهای ویرایش ویدیوی رایگان مثل آی مووی برای مک یا شاتکات برای ویندوز تمام ویژگی‌های اساسی مورد نیاز برای بارش، پیرایش و اضافه کردن موسیقی به ویدیوهاتون رو دارن. بخش 5 ساخت محتوایی که کلیک می‌خورد. به چیزی که بهش علاقه دارید و در اون خوب هستید فکر کنید. در مورد چی خیلی چیزها می‌دونید.
از صحبت کردن در مورد چی ساعتها لذت میبرید. اینها همه نقاط شروع عالی برای محتوای یوتیوب هستند. وقتی چند ایده داشتید، تحقیق کنید که چی از قبل وجود داره. ویدیوهایی با موضوعات مشابه رو تماشا کنید و ببینید مردم در نظرات چی میگن، چه سوالاتی میپرسن، دنبال چی هستن. از اینکه خودتون باشید نترسید. مردم با صداقت ارتباط برقرار میکنن، پس بگذارید شخصیت شما در ویدیوهاتون بدرخش شه. مشتاق باشید، جذاب باشید و لذت ببرید. مهمتر از همه، مداوم باشید. سعی کنید ویدیوها رو طبق یه برنامه منظم آپلود کنید، چه هفته یه بار، چه ماهی یه بار. این کار باعث میشه بینندگان شما درگیر بمونن و برای ویدیوهای بیشتر برگردن. بخش 6: تصاویر کوچک، عنوانها و توضیحات. خدای من، تصویر کوچک شما مثل فیلمه. اولین چیزی که مردم میبینن و باید چشم نواز و جذاب باشه. از رنگ‌های روشن، فونت‌های تصاویر که به طور دقیق محتوای ویدیوی شما نشون میده استفاده کنید. عنوان شما باید واضح، مختصر و توجه جلب کن باشه. از کلمات کلیدی استفاده کنید که احتمال داره مردم هنگام جستجوی ویدیوهایی مثل ویدیوی شما جستجو کنند. در نهایت، توضیحات ویدیوی شما فرصتیه که به بینندگان در مورد ویدیوتون بیشتر بگید و اونها رو به تماشا تشویق کنید. از این فضا برای ارائه یه نمای کلی مختصر از محتوای ویدیوتون، اضافه کردن کلمات کلیدی مرتبط و اضافه کردن لینک به سایر پروفایل های شبکه های اجتماعیتون استفاده کنید. بخش 7: ساختن یک جامعه، بیننده به بیننده. با پاسخ دادن به نظرات، پاسخ دادن به سوالات و حتی معرفی طرفداران وفادار خود، با بینندگان خود تعامل کنید. هرچه بیشتر با مخاطبان خود تعامل کنید، آنها بیشتر به شما و کانال شما احساس ارتباط می‌کنند. در پایان ویدیوهای خود سوالاتی بپرسید تا بینندگان را به گذاشتن نظر تشویق کنید. این یه راه عالی برای شروع مکالمه و دریافت بازخورد در مورد محتوای شماست. پخش زنده یا جلسات پرسش و پاک را برای تعامل با مخاطبان خود در زمان واقعی در نظر بگیرید. این یه راه سرگرم کننده و جذاب برای ایجاد رابطه با بینندگان و پاسخ مستقیم به سوالات آنهاست. به یاد داشته باشید، ساختن یک جامعه زمان و تلاش میبره، اما یکی از ارزشمندترین جنبه‌های یوتیوبر بودن است. بخش 8: رشد کانال شما، از صفر تا قهرمان. همکاری با دیگر یوتیوبرها راهی عالی برای تبلیغ متقابل کانال‌های شما و دسترسی به مخاطبان گسترده تر است. سازندگانی در زمینه خود پیدا کنید که تعداد مخاطبان مشابهی دارند و برای همکاری در یک ویدیو با آنها تماس بگیرید. کانال خود را در سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود تبلیغ کنید. لینک ویدیوهای خود را در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و هر پلتفرم دیگری که در آن فعال هستید به اشتراک بگذارید. حتی می توانید ویدیوهای خود را مستقیما در وبسایت یا وبلاگ خود جاسازی کنید. با گذاشتن نظرات متفکرانه، عضویت در کانال‌های آنها و شرکت در بحث‌ها با محتوای سایر سازندگان تعامل داشته باشید. هرچه در جامعه یوتیوب فعالتر باشید، احتمال اینکه مردم کانال شما را پیدا کنند بیشتر است. بخش 9: نور، دوربین، کسب درآمد. وقتی تعداد قابل توجهی دنبال کننده ایجاد کردید، می توانید به کسب درآمد از محتوای خود از طریق درآمد تبلیغاتی فکر کنید. برای انجام این کار، باید به برنامه مشارکتی یوتیوب بپیوندید که مستلزم این است که حداقل 1000 مشترک و 4000 ساعت زمان تماشا در 12 ماه گذشته داشته باشید. اگر کالا یا محصولاتی مربوط به کانال خود دارید، می توانید آنها را مستقیما به بینندگان خود تبلیغ و بفروشید. این یه راه عالی برای کسب درآمد از کانال شما و به مخاطبان شما یه راه ملموس برای حمایت از کار شماست. در آخر، می توانید از کانال خود برای تبلیغ سایر مشاغل یا خدمات خود نیز استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر نوازنده هستید، می توانید از کانال خود برای تبلیغ موسیقی و نمایش‌های آینده خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، کسب درآمد از کانال شما هرگز نباید به قیمت کیفیت محتوای شما یا اعتماد مخاطبان شما تمام شود. بر ایجاد محتوای با کیفیت که بینندگان شما دوست دارند تمرکز کنید و فرصت‌های کسب درآمد در پیان خواهد بود. تبریک میگم که این دوره فشرده موفقیت در یوتیوب را به پایان رسوندید. به یاد داشته باشید، مهمترین چیز این است که خودتان باشید، لذت ببرید و هرگز از رویاهای خود دست نکشید. حالا برید اون بیرون و یه چیز فوق العاده خلق کنید.